الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث امروزی ما و شما ادامه بحث های هفته گذشته است. باز هم ارتباط به بیان مراسم و مناسک حج هست. هفته گذشته ارتباط به فضائل مکه مکرمه و فضائل مدینه منوره. امروز ارتباط به مراسم حج هست، چون در ماهای حج قرار داریم و در این ماها بهترین سخن و زیباترین سخن یاد بود از سرزمین حرمین شریفین و این رکن عظیم و بزرگ اسلام هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن، همان قسمی که در هفته های گذشته اشاره کردیم، ارتباط به سرزمین وحی، ارتباط به مکه مکرمه آیات زیادی را نازل کرده و ما را متوجه او سرزمین ساخته و سرزمین مکه مکرمه را جزء شعائر دین قرار داده و اماکن او سرزمین را قداست و پاکی بخشیده. امروز بحث ما ارتباط به خود مراسم هست. احساس کنیم که همه ما قصد و اراده حج داریم، همه ما رو به سرزمین حرمین شریفین می رویم و همه ما می خواهیم که عازم سرزمین مکه مکرمه بشیم. حالا جسم ما اینجاست ولی روح ما طرف سرزمین دوست می رود. الله سبحانه و تعالی در قرآن مسئله حج که یک سوره داریم، سوره حج، و می فرمایه: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج برای الله سبحانه و تعالی صورت بگیره، خاص به خاطر الله باشه. کسی که استطاعت داره، استطاعت مالی، استطاعت بدنی، موضوعاتی که در هفته های گذشته تا اندازه روی این موضوعات اشاره شد. جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه از نبی کریم صلی الله علیه و سلم و می فرمایه: رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یرمی الجمره. میگه دیدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در لحظه جمره زدن که رمی جمره را داشتن و هو علی بعیره و هو یقول: یا ایها الناس خذوا مناسککم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بالای شتر خود قرار داشتن و بعداً برای مردم خطبه خواندن و در بین خطبهشان این بود که یا ایها الناس، ای مردم، خذوا مناسککم. در یک روایت دیگه عنی، خذوا عنی مناسککم، شما مناسک، این مراسم خود را از من بگیرید. یعنی طوری که نبی کریم صلی الله علیه و سلم حج کردن، شما این چنین حج بنمایید. و مسئله حج مسئله که من و شما می‌دانیم که ما عبادت‌های داریم که بعضی عبادت‌ها مربوط زمان میشه و بعضی عبادت‌ها مربوط مکان میشه. عبادت‌هایی که به جز در همان مکان دیگه عبادت به جای دیگری صورت نمیگیره و به همینه که خود حج عبارت از چیه؟ عبادتیه که به طریقه مخصوص و در اوقات مخصوص و در مکان مخصوص. مثلا عبادت
خود جمره زدن، جمره هم زمان خاصی داره و هم مکان خاصی داره. ولی مثلا عبادت نماز ظهر، نماز جمعه زمان خاصی داره اما مکان خاصی نداره که ما حتما نماز جمعه در هرات بخوانیم در قندهار نشه، در قندهار بخوانیم در کابل نشه. نه، نماز جمعه عبادتیه که فقط در خاص که روز جمعه، اما مکان خاصی نداره. هر جای و هر شهری مسجد داشت، در اون مسجد نماز جمعه خوانده میشه، مسجد جامعی که باشه. روزه ماه مبارک رمضان زمان خاص داره اما مکان خاصی نداره. ماه مبارک رمضان و هر کس که فرض شد چه کار میکنه؟ ماه مبارک رمضان روزه میگیره، چی در مغرب باشه، چی در مشرق و چی در شمال و چی در جنوب. در هر جایی که روزه ماه مبارک رمضان به او فرض شد چه کار میشه؟ روزه ماه مبارک رمضان رو میگیره. اما مسئله حج، حالا بحث زکات شما ببینیم بحثیه که زمانی هست. 1 سال کامل از روی سرمایه‌ای و که مالک نصاب شد گذشته بود، آل زکات رو هر جا میخواه بده، پولا رو به کیسی خو کنه، میخواه به یک کشور دیگه بره به فقیری بده، میخواه در ولسوالی خود، میخواه در شهر خود و میخواه بالاخره در هر جایی که دوست داره زکات رو میده. اما مسئله حج عبادتیه که اوقات مخصوص، طریقه مخصوص و مکان خاص داره. ما نمیشه که بیاییم در این شهر یک خانه مثل خانه الله سبحانه و تعالی بسازیم مثل کعبه شروع کنیم به طواف کردن. ما نمیشه که بالاخره یکی از این کوها را انتخاب بکنیم و بگیم که یکی جبل رحمت باشه و بالاخره این دشت فلان هم دشت وادی عرفات و منا و مزدلفه باشه. نه، جایی که الله سبحانه و تعالی اونا رو خاص کرده. روز عرفه در تمام دنیا مسلمان ها روزه میگیرن، قداست داره، بزرگی داره. اما اگر خواسته باشیم روز عرفه عرفات بسازیم، در یک جایی روز عرفات بسازیم، مردم به حج به عرفات قرار دارن، ما هم بالاخره بیاییم بریم به دشت فلان زیارت یا فلان جا و فلان نمیشه. پس حج گفتیم که وقتی که به طرف حج حرکت میکنیم اینه که طریقه مخصوص، هر عبادت طریقه مخصوص خود داره. اما بعضی عبادت ها مربوط به زمان و مربوط به مکان میشه که از اون جمله مسئله حج هست. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الحج عرفه، رکن عظیم و بزرگ حج عرفه است. اگر حاجی تا روز عرفه خود به عرفات نرسان، یعنی روز 10 ذوالحجه رفت به مکه شریف داخل شد و رفت به طرف عرفات، نه تمام میشه، حجی دیگه نمیشه. عظمت و بزرگی عرفات هم فقط در روز عرفه. شما ببینیم که این چقدر نصوص برای ما و یک شیء که الله سبحانه و تعالی به او عظمت و بزرگی میده، ما باید همون روزی و همون ساعتی و همون ثانیه‌ای و مد نظر داشته باشیم. روز عرفه، دشت عرفات چی وقت عظیمه و بزرگه، چی وقت اونجا تجلیگاه پروردگار عالم میشه. حالا شب، همه شبها شبه، اما شب قدر در طول سال یک شبه و او هم در ماه مبارک رمضان. زیباترین شب، بالاترین شب، با ارزشترین شب شب قدره. در بین روزها زیباترین و با افضلترین روز عرفه و او هم برای کی؟ برای تمام امت اسلامی. اما مراسم حج مخصوص حجاج که وارد عرفات میشن و نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند حج وقتی که تمام شد حاجی چه کار میشه؟ رجع کیوم ولدته امه. بعضی از علما میفرمایند وقتی غروب آفتاب روز عرفه اگر حاجی وقتی حرکت میکنه از عرفات بیرون میشه احساس کنه که در وجودش گناه هست، گناهکار میشه. این حالتیه که الله سبحانه و تعالی به او سرزمین گذاشته و به او سرزمین نهاده. پس بناهن حج گفتیم که رکن از ارکان اسلام یا رکن پنجم از ارکان اسلام هست. حالا ما و شما میخواییم طرف حج بریم با عالم روح. الله جسمهای ما و شما را روزی باشه که طرف حج ببره، جسمان و روحن بریم به سرزمین حرمین شریفین. وقتی که ما طرف مکه مکرمه حرکت میکنیم الله سبحانه و تعالی برای ما میقات گذاشته. میقات ها
یعنی چی؟ جاییه که ما را متوجه میسازه که از اینجا متوجه باش که به کجا؟ به طرف سرزمین حرم حرکت میکنی، به طرف مکه مکرمه حرکت میکنی، به طرف سرزمین دوست حرکت میکنی، به طرف کعبه معظمه و مشرفه حرکت میکنی. پس بناهن میقات هست. ما از لحاظ شرعی دو نوع میقات داریم، یک میقات زمانی هست، یک میقات مکانی. میقات زمانی حج 2 ماه و 10 روز، ذوالقعده میایه، شوال، ذوالقعده و 10 روز هم از ذوالحجه. امروز چندم ذوالقعده هست؟ امروز 11 ذوالقعده هست. یعنی میشه گفت کمتر از یک ماه به عید مانده، به روز 10 مانده که روز عید قربان باشه. و حجاج بعداً تشریح میکنیم و توضیح میدیم و بیان میکنیم که در کدام روز عازم مراسم حج میشن. میقات به 2 نوعه، میقات زمانی هست و میقات مکانی. میقات زمانی چند روز شد؟ 2 ماه و 10 روز، شوال، ذوالقعده و 10 روز هم از ذوالحجه. اینا رو میگن ماهای حج. و بعد میایم میقات مکانی، میقات هایی که از جاهای مخصوصی که حجاج از اونجا احرام بسته میکنن، باید احرام بسته کنن، باید نیت حج داشته باشن. نیت حج کسی داره، نیت عمره کسی داره، باید چه کار بکنه؟ باید از میقات عمره بسته کنه. حالا این میقات ها چند جا هست و در کدام جاها هست، اینها را باید بفهمیم و باید بدانیم. گفتیم میقات به 2 نوع هست، میقات زمانی و میقات مکانی. میقات زمانی 2 ماه و 10 روز و میقات مکانی حجاج وقتی که به میقات میرسن از اونجا احرام بسته میکنن. حالا میقات مکانی 5 مکان تعیین شده برای میقات هایی که از اونجا حجاج چکار میکنن؟ احرام بسته میکنن. مردم مدینه منوره از منطقه به نام ذوالحلیفه در اونجی که میقات مردم مدینه منوره هست، از اونجی باید احرام بسته بشه و بعداً حرکت میکنه به کجا؟ به طرف مکه مکرمه. مردم اهل شام، مردم مصر و مردمانی که از سمت مغرب عازم بیت الله الحرام میشن به نام جحفه، یک مکانی هست، منطقه هست، از اونجا چه کار میکنن؟ احرام بسته میکنن. مردمانی که اهالی نجد و حجاز و او سرزمین ها که هستن از منطقه قرن المنازل از اونجا احرام بسته میکنن. و 4م مردمانی که از اهل یمن و بالاخره این سرزمین های ما و شما و مشرق و اینها که میشه به نام یلملم که میقات این مردم هست، از اونجا چکار میشه؟ احرام بسته میکنن. و ذات العرق مردمانی که میقات اهالی عراق و کسانی که از او سمت حرکت میکنن در این منطقه چکار میکنن؟ احرام بسته میکنن. و اهل مکه مکرمه هم خود مکه مکرمه برای اونها میقات هست که نیت حج داشته باشن، از همانجا احرام بسته میکنن. پس این 5 نوع میقات شد. برای اهل مکه هم خود مکه مکرمه که میشه 6 نوع. و ما و شما هم وقتی که حجاج از افغانستان میرن، یا ای که میگم از داخل هوایی کنین یا ای که داخل تیاره منطقه میقات که نزدیک میشه، برای حجاج میگن نزدیک میقات شدیم، هم داخل طیاره حجاج چکار میکنن؟ احرام بسته میکنن. پس این 5 نوع میقات، میقات ذوالحلیفه اهل مدینه، میقات جحفه میقاتگاه اهل شام و میقات قرن المنازل میقات اهالی نجد و اینها، یلملم میقات اهالی یمن و یا اهل فارس و مردم مشرق و اینها، و ذات العرق هم میقاتگاه اهل عراق و اینها، و میقات مکه مکرمه و اهل مکه مکرمه خود مکه مکرمه هست. حالا حاجی وقتی که به میقات رسید برایش گفته میشه که احرام بسته کن. خب احرام مرد همان 2 پارچه هست 2 پارچه‌ای که بالاخره 2 پتو 2 ردا که معروف و مشهوره که به نام احرامی که هر کدام ما و شما بالاخره به او آشنایی داریم.
میقات وقتی که رسید خب مرد احرام بسته میکنه، احرامی و همینه که همی دو تکر چکار میکنه میپوشه و بعداً به اونجی مهمه که چی نیت میکنه. و زن احرامی و همینه که فقط روی خود را نمیپوشه، دیگه سر تا پا پوشیده هست. حالا قبل از این که ارتباط به احرام یا ارتباط به موانی احرام و اونها اشاره بشه، چی خوبه که خود حج ما بفهمیم که انواع حج چیه. عزیزانی که به حج میرن در اونجی بعضی حجاج حاجی تمتع هست، بعضی حاجی قران هست و بعضی حاجی مفرد هست. اینها چگونه حجاج هست و نیت اینها چگونه هست؟ حج به سه قسمه. به ای که حج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی بوده، بعضی اقوال میاره که حجی تمتع بودن، بعضی حجی قران بودن و بعضی حجی مفرد بودن. قول جمهور و صحیح همینه که حج نبی کریم صلی الله علیه و سلم حج تمتع بوده و نبی کریم صلی الله علیه و سلم حج تمتع داشتن. تمتع چی معنا؟ عبارت از بستن احرام به عمره. در کجا؟ در ماهای حج. مثال بسیار ساده، یک برادری حرکت میکنه رو به طرف حج، اگر نیت حج تمتع داره، وقتی که احرام بسته کرد از این میقات هایی که نام گرفتیم، مثلا حجاج اگر ابتدا ببرن طرف مدینه منوره، خب میقات یا کجا میشه؟ ذوالحلیفه میشه دیگه. از ذوالحلیفه عزیزانی که به حج رفتن، خصوصا حجنا قبل از حج و مدینه منوره رفتن، میقاتنا ذوالحلیفه بوده. اما اگر مستقیم طرف مکه مکرمه برن، یا داخل میدان هوایی احرام بسته میکنن یا داخل طیاره بر اینا گفته میشه که نزدیک میقات رسیدیم احرام بسته بشه. حج تمتع اینه که حاجی وقتی که نیت میکنه نیت عمره میکنه، اللهم انی اريد العمره فیسره لی و تقبله منی. پروردگارا نیت عمره را دارم. یعنی در ابتدا کسی که حج تمتع داره اسم حجر نمیبره، نیت حجر نداره، نیت عمره رو داره. میره در مکه مکرمه، بعد از مراسم عمره که ختم شد باز در روز هشتم دوباره نیت حجر میکنه. این حج چی شد؟ حج تمتع شد. حج قران باز میگه اللهم انی اريد العمره والحج. خدایا من اراده عمره و حج دارم. قران یعنی پیوست. عمره و حج با هم چکار میکنه؟ با هم پیوست میده. میره مکه مکرمه، بعد از این که طواف کرد مراسم عمری و ختم شد، خود را حلال نمیکنه. در تمتع خود را حلال میکرد. در تمتع به خاطر که برای دوستا خوب واضح بشه من خود را مثال میزنم. از اینجا حرکت میکنم میرم طرف مکه مکرمه، من حاجی تمتعم. حاجی تمتع از فایده، یک فایده حاجی در وسط میگیره، یعنی یک دمراستی میکنه. حاجی تمتع احرام بسته میکنه، میره مکه مکرمه. من رفتم مکه مکرمه، طواف، بعد از طواف که خلاص شد، 2 رکعت نماز خونده شد، میریم صفا و مروه. صفا و مروه که بیرون شدیم، بعد از ختم صفا و مروه حاجی تمتع چه کار میکنه؟ سر خود را میتراشه یا موی خود را کم میکنه، از احرام بیرون میشه. از احرام که بیرون شد خلاص لباسا خور میپوشه، میره به اتاق و دیگه ممنوعیتی در این حج ازی و در این عمره ازی و در این، چون احرام نداره دیگه. حالا این انتظار میکشه، همراه لباسا ببریونه، میای به مسجد الحرام، نماز میخونه، دعا میکنه، طواف نفل میکنه تا روز هشتم. روز هشتم که رسید دوباره از داخل اتاق خود یا از داخل بالاخره مسجد الحرام، هر جایی که هست خود در همون مکه مکرمه، عزم و اراده چی میکنه؟ دوباره عزم و اراده حج. اینجا میگه اللهم انی اريد الحج، خدای من اراده حج دارم. این مراسم حج نیت میکنه و میره مراسم شروع میشه که بعداً باز توضیح میدیم. این حاجی چی شد؟ حاجی تمتع شد. حاجی قران کمی سخته دیگه. حاجی قران نیت میکنه از داخل این میدان هوایی، از امروز از فردا ببرن، 1 ماه دیگه هم بالاخره به عید مونده. وقتی که حاجی از اینجا نیت میکنه اللهم انی اريد الحج والعمره، خدای من اراده حج و عمره دارم، هر دو تا. حاجی میره طواف میکنه، بعد از طواف صفا و مروه انجام میده، بعد از ختم صفا و مروه احرام به جانی اون خود را چکار نمیکنه؟
خود حلال نمیکنه. همین احرام همین تا به جانیونه تا ختم مراسم روزی که جمره میزنه، روز 10 ذوالحجه. حالا 10 روز مونده باشه، 20 روز مونده باشه، روزهای ایام حج هم گفتیم که میقات زمانی و چند روزه؟ 2 ماه و 10 روز. اگر حجی در شوال رفته باشه، نیت حج هم حجی قران شده باشه، تا ایام حج که ختم میشه داخل احرامه. احرام به جانیونه، همون 2 لباس به تنیونه، تمام ممنوعات احرام رو باید مد نظر داشته باشه، تمام ممنوعات. به این واسطه سخته دیگه، اجر و ثوابی هم بیشتر و بیشترتر هست. گرچه بین علما باز بحث اختلافیه که آیا حج تمتع ثوابی بیشتر یا حج قران، چون زحمت قران بیشتره، هر عبادتی که مشقتی و بیشتر بود در این شکی نیست که اجر و ثوابی هم بیشتره. ولی این توصیه برای اکثر دوستان میشه که اگر اونایی که عزم و اراده حج دارن، بهترین حج تمتعه. و خیلی از دوستان به اونجا میدیدیم که نیت قران کرده بودن اما بسیار اذیت شده بودن و بهترین حج تمتع هست، چون در این زمان و در این شرایط او صبر و او حوصله و او طاقت و اینها کمتر مانده. بازم هر دوست و هر عزیزی که هر نیتی در توان خود میبینه اون نیت از او اختیاری هست. این حج قران شد. حج مفرد از داخل مکه مکرمه فقط و فقط عزم و اراده حج میکنه، نیت عمره نداره. اللهم اینی اريد الحج، من اراده حج میکنه، میره مستقیم به مراسم شرکت میکنه و حج مفرد عمره نیت نمیکنه. پس این 3 نوع از انواع حج شد: حج تمتع، حج قران و حج مفرد. و بیشترین حجاج و اکثریت حجاج هم حج تمتع هست. کیفیت عمره که کمک مفصل توضیح داده بشه. حاجی از اینجا اراده حج میکنه، نیت تمتع هست. اول وقتی که نیت تمتع باشه نیت چی میکنه؟ نیت عمره میکنه. عمره از اینجا وقتی که داخل میدان هوایی یا داخل طیاره یا اول به مدینه منوره رفته بود، از ذوالحلیفه اولین کاری که میکنه حاجی غسل میکنه. اگر شرایط غسل بری و برابر بود غسل میکنه، اگر برابر نبود وضو میگیره. وضو که گرفت قبل از اینکه احرام رو به جان خود داشته باشه خوشبویی میکنه. یعنی اگر قبل از اینکه احرام و نیت احرام رو کرده بود خود عطر میزنه، وجود خود خوشبویی میکنه، اشکالی نداره. اما وقتی احرام به جان انسان آمد و نیت آمد، اینجا دیگه باز ممنوعیات بعداً اشاره میشه که برای حاجی چی کارهای ممنوع هست که او انجام نده. پس به اینه که حاجی غسل کرد، جای غسل برابر نبود وضو گرفت، اگر بدن خود خوشبویی کرد اشکالی نداره و بعداً احرام رو به تن میکنه. احرام مرد گفتیم همون 2 لباس، 2 ردا و 2 پتویی که هست. احرام زن هم همون لباسی که داره همونه، هیچ فرقی نمیکنه. حتی بین جامعه ما معروف و مشهور شده که زنها وقتی طرف حج میرن کوشش میکنن بخو لباس چی؟ لباس سفید بپوشن. لباس سفید باشه، لباس سیاه باشه، لباس هر رنگی که میخواه باشه اشکالی نداره. مهم اینه که احرام زن رو از او پوشیده نباشه. متاسفانه یک بدبختی که در مسیر راه حج بعضی از عزیزا متوجه نمیشن این قضیه که از همینجا که از خانه خود که بیرون میشه، می زن مسلمانی که 40 سال کسی رو از او ندیده، از همینجا که بیرون میشه دیگه رو از این معلوم. هم داخل میدان هوایی هم میبینیم که روی بیرونه پوشیده نیست. این فکر میکنه که این از همین لحظه دیگه رو از این هر کس ببینه اشکال نداره. این باید حجاج ما متوجه باشه. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرمایند که ما در مسیر حج بودیم، روهای ما باز بود، چون نیت حج که زن داشته باشه باید روی در وقت احرام باز باشه، در وقت احرام باز باشه. میگه وقتی که از کنار ما مردان اجنبی گذر میکردن ما نقاب بر پایین مینداختیم، باز که مردان اجنبی تیر میشدن پس روبند در بالا مینداختیم. یعنی ام المؤمنین اینقدر به این کار دقیق بودن. امروزه شما ببینیم چقدر مسئله رو حکومت اسلامی اعلان میکنه که زن اگر به تلویزیون میایه روی پوشیده باشه چقدر سر و صدا میکنه، چقدر به کوچه و بازار امروزی ما و شما زنها روی و معلوم میشه. یک وقت یک کسی گفته که این زنها خیلی روهای نامعلوم میشه، اینا هم نیت حج عمره کردن.
مسئله حج کنیست. مراسم حج حرکت کردی، نیت حج کردی، روی تو باز باشه. وقتی به پیش مردان اجنبی رسیدی، باز پس روی خود رو بپوشان. نبی کریم صلی الله علیه و سلم ارتباط به پوشیدن رو، خود قرآن یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. جلابیبهن چیه؟ جلابیبهن همینه که باید روی زن کاملا پوشیده باشه. این جلبابه، سر تا پا پوشیده باشه. این به خاطر چی هست؟ این به خاطر چیه؟ امروز متاسفانه خواهران ما این متوجه نشدن. همیشه قیمتی که آدم قایم میکنه میپوشانه. هیچ کس تا به حال ندیدیم که پولا خور بریزانه داخل خانه. هیچ زن و هیچ خواهر تا به حال ندیدیم که طلای داشته باشه او با اشغالدونی انداخته باشه، داخل خانه انداخته باشه، داخل کفشدانی انداخته باشه. طلا رو بمونجی هر زن یک انگشتری داره، او در قامت تا دستمال میپیچونه به یک جای میگذاره که کسی خبر نشه. نیتی هم همینه که می طلا مر یک روز دوز نباره. دوز تو خواهر مسلمان نمیفهمی که به این کوچه و بازار چقدر دوزاییه که از اون چهره تو دزدی میکنن. به اینه دین، شریعت. بحث حج، شریعت میگه زن احرامی و همینه که فقط روی خود را در وقتی که احرام داره نپوشه. وقتی اجنبی و بیگانه ها از کناری و چکار شد عبور کرد، رو بند خورپایین بندازه. دوستا و عزیزانی که به سرزمین رفتن حتما دیدن و عزیزانی که تصمیم و اراده دارن این میبینن. خیلی از زنهای عرب در طواف در صفا و مروه یک قسم کلاهای ساخته شده الان که یک قسم پیک داره تا به این اندازه چادر از این میایه بالی از او انداخته میشه که هم روی بازه و هم روی پوشیده، هم احرامی و درست میشه و هم کسی هیچ اجنبی و بیگانه او رو نمیبینه. به این عزیزان با بزرگواران، پس احرام که بسته شد مردها گفتیم دو لباس و زنها هم روی اینا بالآخره باز میشه. 2 رکعت نماز میخوانن در همین میقات. اگر جای نماز بود، مثلا داخل طیاره احرام بسته میکنه شخص، وضو میسازه، هم خب جای نماز نیه که نماز بخوانه. این نماز سنت و مستحبیه. اگر ترکم بشه به جایی که جای نماز نبود اشکالی نداره. حالا لباس پوشیده شد، احرام زده شد، نیت شد. ما چی رقم نیت میکنیم؟ نیت رو که کردیم بعد از نیت 3 مرتبه تلبیه گفته میشه. این تلبیه دیگه داخل میکنه ما رو به احرام، داخل میکنه ما رو به از زمره سربازان این رکن 5 اسلام، سربازان الله سبحانه و تعالی، ضیوف الرحمن. حجاج ضیوف الرحمن گفته شده، مهمانان پروردگار عالم، مهمانان ذات اقدس الهی. حاجی وقتی که نماز خواند بعد از نماز بعد از نیت تلبیه سر میده، لبیک الله لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک. چی معنا؟ لبیک یعنی به خدمت. یا الله گفتی لباس را از تن بیرون کن، بیرون کردم. لباسهای دخته شده را از تن بیرون کن، بیرون کردم. یا الله گفتی لباسی بپوش که دخته نباشه، دخته نیست. یا الله لباسی گفتی بپوش که کیسه نداشته باشه، نداره، 2 تا تکه هست، نشانی کفن هست، لبیک. یا الله گفتی در این را پول بده، پول دادم. یا الله گفتی حرکت کن، حرکت کردم. گفتی بیا به سرزمین گرم سیل، گرم بیا در او وادی که ابراهیم علیه السلام قدم زد، بیا قدم بزن. همه اینها لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. به خدمت استاده‌ام یا الله، به خدمت استاده هستم، به خدمت او ذاتی که لا شریک لک، شریک برای تو نیست. ان الحمد والنعمت، تمام حمدها و تمام نعمتها از آن توست، والملک و پادشاهی از آن توست، لا شریک لک، شریک برای تو نیست. چقدر این شعار، این تیری خنجریه که بر قلب شیاطین میخوره، بر قلب شیاطین. سفر حج
سفریه که شیاطین جنی و انسی به لرزه در میاره، دنیای کفر میلرزانه، زبانهای مختلف، رنگهای مختلف، نژادهای مختلف، از کشورهای مختلف، همه یک ندا، یک صدا، همه یک شعار. او شعار چقدر زیباست. این شعار من و شما هم یک زمزمه میکنیم به امید این روزی که همه ما عازم این سرزمین، خواهر و برادر عازم این سرزمین بشه. لبیک اللهم لبیک، بگیم همه هم صدا، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر. الله نصیب من و شما بگردانه که به او سرزمین این شعار سر بده، به او سرزمین در منا، در مزدلفه چی لذت داره. میبینی پدر 100 ساله کمری خم خورده میگه لبیک، طفل 7 ساله میگه لبیک، پیر و جوان، عرب و عجم، سیاه و سفید، همه میگن لبیک. به اینه که دریای رحمت تلاطم کند، گناه صاحب خیش گم کند. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند خارترین و ذلیلترین روز برای شیطان روز عرفه است. میگن شیطان رو دیدم در یک وادی که خاک‌ها بر سر خود میریزانه. ذلیلترین، خارترین روز برای شیطان همان روزه. شیطان میگه من یک نفر، یک بنده الله 50 سال 60 سال گمراه کردم، او رو به گناه آلوده کردم، ده ها و صدها گناه کرد، او رو تا نزدیک و مسیر جهنم بردم، امروز وارد عرفات میشه، الله او رو میبخشه. امروز به عرفات داخل میشه، الله قلم عفو بر گناهان است. بعضی اقوال میاره که هر حاجی که همان افرادی که به دعای خود یاد میکنه الله اونها را میبخشه. از تمام حجاجی تقاضا دارم که در حق همه امت اسلامی دعا کنید، خصوصا به حق ملت افغانستان، به حق حکومت اسلامی خود برای بقا و دوام و ثبات حکومت دعای خیر داشته باشید. اونجا شما سفیرانی هستید، شما نمایندگانی هستید که عازم سرزمین دوست میشوید و به او سرزمین به نمایندگی امت اسلامی و به نمایندگی این سرزمین که سالها درد کشیده. چقدر زیباست که وقتی دستان خود را شما عزیزانی که به او سرزمین میروید بلند کنید، برای ملت رنج دیده افغانستان دعا و برای حکومت خود و مسئولین خود دعای خیر داشته باشید. این احرام بود. حالا تلبیه گفت لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. گفتیم جسمای ما اینجا هست، ولی احساس بکنیم روحاً که ما رفتیم. همین خود ما و شما الان به میقاتیم، حرکت کردیم. حاجی حرکت میکنه، وقتی به موتر می نشینه تلبیه میگه، وقتی از هر بالاخره تنده‌ای که پایین و بالا هست، موتر پایین و بالا میشه تلبیه میگه، دشت و کوه و اینها تلبیه. در حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که تلبیه میگه، تلبیه گفتن برای مردان سنته که بلند بگن و برای زنها سنته که آهسته بگن. صدای زن حتی ببینیم در تلبیه هم بالا نمیشه، باید صدای و حفظ باشه. اینا جایگاه زن رو نشان میده. چرا بعضی خواهران نمیفهمن، نمیدانن، فکر میکنن خدای نخواسته، خدای نخواسته اسلام حقوق اینا پایمال کرده. این عزت اینا هست، این حرمت اینا هست، این جایگاه اونها هست که صدای او را کسی نشنوه، چهره او را کسی نبینه. این لطف الله، فضل الله هست که برای زنان امت اسلامی شده.
نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در هر مکانی که صدای تلبیه، درخت، سنگ، در، دیوار، هر چیزی که صدای تلبیه را میشنوه، روز قیامت به پیشگاه الله شهادت میده که بار الها این بنده تو بود که در توحید و در مسیر حج روان بود و ما شهادت میدیم که این خاص به خاطر تو و در خدمت دین تو قرار داشت. چقدر نعمت عظیم و بزرگ. درخت، سنگ، در، دیوار همه شهادت بده. حاجی وارد میشه به مکه مکرمه. وقتی وارد مکه مکرمه شد، خب امروزه هتل هست، حاجی میره ساک خور وسایل و اسباب خود میگذاره و بعداً نیازی به وضو بود، وضو تازه میکنه، امکاناتی بود غسل میکنه و بالاخره احرام داره، حرکت میکنه میاد کجا؟ مسجد الحرام. طرف مسجد الحرام که آمد. خب قبل از این که ارتباط به مسجد الحرام اشاره کنیم، یک اشاره مختصری. مجرد بسته کرد باید متوجه باشه که دیگه لباس نپوشه تا دمی که احرام بتنیانه، لباس دوخته شده. متوجه باشه که موهای سر خودر، موهای بدن خودر دیگه باز کوتاه نکنه وقتی که احرام داره، خوشبویی نکنه، متوجه باشه ناخونا خور نگیره. اینها مسائلیه که باید متوجه باشه. مسئله آمیزش نمودن با همسر و مسئله بوسه زدن و لمس و اینها که مسائلی که زن و شوهر به اونجیان، تا وقتی که این احرام داره، با مجردی که از احرام بیرون شد کل بر احرام حاجی حرام مال دیگه حرام میشه. داخل مسجد الحرام داخل میشه، این مرحله پای راست خود را میگذاره، الله محمد و علی کما صلیت علی ابراهیم، یا این درود ابراهیمی میخوانه یا همین قدر میگه اللهم صل علی محمد و سلم، اللهم افتح لی ابواب رحمتک. پای راست خود را میگذاره و داخل مسجد داستان چند روز این پروازی اندونزیا میآیه، یک بار وقتی وارد مدینه منوره میشه، دیروز هم گفتن تا حال با مجردی که وارد مسجد النبوی میشه چشمش به گنبد خضرای جناب محمد رسول الله میفته، بیهوش میشه. تا به حال به هوش نیامد. خدا میدانه این چند ساله که به این هست، چند سالی در فراق مسجد النبوی هست. چی لحظیه که انسان اولین مرحله وارد مسجد الحرام میشه، حالا این که در مدینه داخل شده، اون لحظه‌ای که حاجی وارد مسجد الحرام میشه، برای اولین چشمش به کعبه معظمه مشرفه میفته. علما بیان میکنن که یکی از لحظات اجابت دعا همین لحظه‌ایه. یعنی چشمتو که به کعبه معظمه افتاد، لحظه اجابت دعایه. دعا کن، هر دعایی که بکنی به اجابت نزدیکتره. وقتی وارد مسجد الحرام میشه، چشمش به کعبه میفته، میگه اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انت السلام، نام مبارکت و ای الله سلام هست، و منک السلام، از جانب تو سلامتی هست، تبارکت، تو مبارک هستی، یا ذا الجلال والاکرام، ای پروردگاری که این لطف تو و مرحمت تو بوده که مرا اینجا کشانده و اینجا آورده. به اینه که مسجد الحرام که داخل شد، در هر مسجدی که ما داخل میشیم تحیت المسجد هست، اما مسجد الحرام تحیت المسجد نداره که ما 2 رکعت نماز بخوانیم. تحیت المسجد الحرام چیه؟ طواف. مستقیم به طواف شروع میکنه، میآید حاجی مقابل حجر الاسود شروع میکنه به طواف. به مقابل حجر الاسود که رسید، اینجا حاجی دیگه احرام داره، استباء و رمل. شانه خود، شانه راست در بیرون و شانه چپ. 3 طواف رمل داره. استباء همینه که یک شانه پوشیده نباشه، این هر دو ردا از پشت انداخته میشه و بعداً در 7 شوط، یک طواف 7 شوط داره، یک گردش 1 شوط میگه. وقتی که در کتابا میخونیم 7 شوط یعنی یک طواف. حاجی شروع میکنه به طواف. طوافی از حجر الاسود شروع میشه، پس به حجر الاسود ختم میشه. طواف اول رمل داره، پهلوانی داره. 3 شوط اول پهلوانی داره، سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم. سال اول که حجاج به طرف مکه آمدن،
مسلمان ها که آمدن نبی کریم صلی الله علیه و سلم عمره بودن، بعضی میگن در حج قرار داشتن، اما چون حج مشرکین و اینها نبودن، در عمره نبی کریم صلی الله علیه و سلم مشرکین سر کوها نگاه میکردن، میگفتن آب و هوای مدینه چنان گرمه و که مردم ضعیف شدن، لاغر شدن، هیچ چیزی بالاخره قوت و توانی به نبی کریم گفتن پهلوانی کن، خب با قوت بدوین که دشمن شما رو ببینه که شما قوی هست. میشه که حج ها بعد عبادی نداره، حج بعد سیاسی داره. در مراسم حج دنیای کفر باید بلرزه، در مراسم حج دنیای کفر باید بفهمه که این امت رو نمیتوانه پارچه پارچه کنه. مراسم حج درس ها داره، درس ها که نمیشه الان چون بحث ما ارتباط به مراسم حج که درس های اشاره کنیم. بزرگترین درس اینه که وحدت امت اسلامی رو نشان میده. از افریقا آمده، از اروپا آمده، از امریکا آمده، تمام دنیا از شرق و غرب آمده، همه در کنار کعبه معظمه و مشرفه پشت سر یک امام. این مصیبت ها به این کشورها دشمن آوردن. فلان جا نماز نخون که امام یوسفیه، فلان جا نماز نخون امام تبلیغیه، فلان جا نماز نخون که امام سلفیه. بالاخره اینا اسلام، تمام مذاهب حقی امت اسلامی در سرزمین حضور دارند، همه حضور دارند. شافعیه، مالکیه، حنبلیه، جعفریه، حنیفیه، بالاخره سلفیه، از تمام امت اسلامی، تمام فرق امت اسلامی در حج حضور دارند. همه پشت سر یک امام. الله اکبر، همه میگن الله اکبر. یکی رفع یدین میکنه، یکی نمیکنه، یکی دستای بلند بسته، یکی پایین بسته. بالاخره همه اینها به اونجا این در سر میده که هو سماکم المسلمین، ما یک نام داریم که اون نامم نام ما مسلمان هست، یک نام دیگه، بیشتر نام نیست. پس به اینه که شروع میکنن به طواف. از حجر الاسود شروع میشه، استوا و رمل، استوا و رمل. 3 شوط رمل داره، 7 شوط استوا. با مجردی که طواف خلاص شد شانه پوشیده میشه. یک متاسفانه بدبختی دیگه هم هست، حاجی که از داخل میدان هوایی میگم احرام بسته کنیم، از اینجا دیگه شانه مسکین بیرون کرده ایم. اولی زنها در کنار تو ایستاده، شانه رو بپوشان. دوم مانده استوا، این شانه فقط و فقط در طوافه. بعضی مسلمانا رو میبینید داخل صفا و مروه که کلرا یخی داره که شانه مسکینه به درد میاره، بازم بالاخره میبینی شانه رو بیرون کرده. ثواب نداره. ثواب چیزی داره که رسول الله گفته باشه. استوا در طواف، طواف خلاص شد استوا خلاصه. حرکت میکنه، 3 شوط رمل، بعد از 3 شوط پس عادی طواف کردن، نگاه کردن طرف کعبه عبادته. هر ذکر و دعایی داری در طواف دعا کن، راز و نیاز کن. به پرده کعبه یک چیزی نوشته هست، او را که نگاه کنی شاید تأثیرات تو بیشتر و بیشترتر بشه. به پرده کعبه نوشته هست نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم. نبع، خبر کن بندگان مرا که من ذاتیم که غفور و رحیم هستم، من ذاتی هستم که بخشنده هستم، من ذاتی هستم که در گرد این کعبه گناهکاران 70 ساله را می بخشم. نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم. در بین رکن یمانی تا حجر الاسود که رسیدیم دعای مخصوص سنته، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. این دعاییه که بین رکن یمانی و حجر الاسود. رکن یمانی دست کشیدن سنته، حجر الاسود بوسیدن سنته. اگر توان بود، اگر توان نبود، اذیت می شدی، کسی را اذیت می کردی، همین دست خود را هم به حجر الاسود زدی، درست بوسه بزن. اگر دست تو هم به حجر الاسود نمی رسید فقط ازم دور، بسم الله الله اکبر الله اکبر، حجر الاسود را سلام بکن، شروع کن به طواف. 7 شوط گشتی یک طواف، طواف ختم شد میایی به آب زمزم. اول میایی به مقام حضرت ابراهیم 2 رکعت نماز میخوانی، 2 رکعت نماز واجب ادا کردی، میری آب زمزم نوش جان میکنی. آب زمزم، این آبی که قلب رسول الله شستشو داد، آبی که قلب رسول الله در شرح صدر جبرائیل علیه السلام. آب زمزم به دست کم نگیرید عزیزان من. جبرائیل از بهشت میآید،
ظرف با خود میاره. خب میتونست از آب بهشت بگیره، از نهرها و جوهای بهشت آب بیاره، نه میایه از آب زمزم میگیره، قلب رسول الله شستشو میده. آب زمزم نوش جان میکنیم، حالا میریم طرف صفا و مروه. وقتی به طرف کوه صفا و مروه بالا میشیم چی میگیم؟ در اونجا الله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. بالا میشین طرف کوه صفا، جاهایی که اجابت دعا هست. کوه صفا رو به طرف کعبه. به کوه صفا که استادشیم کعبه میبینیم، دعا میکنیم، حرکت میکنیم رو به طرف کجا؟ صفا و مروه. از کجا شروع میشه؟ از صفا. ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر پروردگار هست. وقتی که از صفا پایین شدیم، بین میلین الاخترین چراغ‌های سبز که هست، اینجا میدویم. 2 هفته قبل ارتباط به تاریخچه کعبه و حضرت هاجر و اینها صحبت کردیم. اونجا میدویم تا میرسیم به مروه. به کوه مروه که بالا شدیم کعبه دیده نمیشه، ولی جایی که رو به کعبه دعا میکنیم. باز حاجی دعا میکنه در حق خود، در حق خانواده خود، در حق قریه و منطقه و شهر و کشور و مملکت خود و در حق همه امت اسلامی دعای خیر. از صفا شروع میشه تا به مروه. 7 مرتبه که بریم، هفتم به کجا ختم میشه؟ به مروه ختم میشه. وقتی به مروه رسیدیم، صفا و مروه ختم شد. حاجی تمتع به اینجا چه کار میکرد؟ قبلا اشاره کرد. حاجی که تمتع بود، سرخور میتراشه، اختیار داره، میخواه مواخور کم کنه، میخواه حلق کنه بتراشه، ولی حلق اجر و ثوابی بیشتره، فضیلتی بیشتره. تراشیدن سر افضلیت داره. سر خود رو میتراشانه، تمام از احرام خلاص شد. حاجی دیگه میره به اتاق خود، لباس میپوشه، حالا دیگه انتظار میکشه تا روز 8. حالا خدا کنه که روز به شوال آماده باشه، به ذوالقعده آماده باشه، انتظار میکشه تا مثلا حجاجی که الان به مدینه منوره رفتن، حجاجی که الان به مکه مکرمه رفتن، اونایی که حجی تمتعن از باب مروه بیرون شدن، سر خود را حلق کردن و بعداً میرن به اتاق خود، لباس میپوشن، بعد از استراحت میکنن، 5 وقت نماز میآیه حاجی به مسجد الحرام نماز میخوانه، طواف نفل میکنه، با لباس هایی که داره طواف میکنه، نماز میخوانه، دعا میکنه، تلاوت میکنه. به اینه که عبادات دیگه، هر عبادتی در اونجا 100,000. تنها مسئله نماز نیست عزیزان من، تلاوت قرآن. یک قرآن در مسجد الحرام ختم کردی معادل به 100,000 قرآن هست. یک افغانی در اونجا صدقه دادی، 1 روپیه صدقه دادی، 1 درهم صدقه دادی، معادل به 100,000 هست. هر عبادت، ذکر و دعا و تسبیح و تهلیل و اینها، همه بالآخره در اونجا اجر و ثوابی و بیش از بالآخره 100,000 و 100,000 که در حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفتن. گرچه بعضی علما میگن نه، در حدیث صلات آمده، تنها نماز هست، و اکثریت علما بر این نظرن که نه، عبادات مسجد الحرام تمام عباداتش به اون جهمان افضلیت داره. حالا حاجی چه کار شد؟ خود را حلق کرد، سر تراشید و بعد از تراشیدن سر میایه به اتاق و استراحت و اینها، انتظار میکشه تا روز چندم؟ انتظار میکشه روز 8 ذوالحجه. روز 8 ذوالحجه حاجی از مسجد الحرام، از مکه مکرمه، از داخل اتاق خوب، بالاخره از اون سرزمینی که در جایی که قرار داره در مکه مکرمه، احرام میبنده، دوباره غسل میکنه، جای غسل نبود وضو میگیره، احرام میبنده. احرام که بسته کرد پس تلبیه سر میده، نیت میکنه اللهم اینی ارید الحج. حالا دیگه حجی مفردم اگر بود حجی مفردم همین نیت رو میکنه. حجی قرانی که قبلا اشاره کردیم از باب مروه که بیرون شد، سرخور نمیتراشه دیگه، او حجی قرانه، او هم انتظار میکشه روز 8. خود حجاج میره به امرای، او هم میره در مراسم و در اینها. بحث ما حاجی تمتعه، احرام بسته کرد، تلبیه میگه و بعدن
اگر وقت و فرصتی بود میره حرم طواف میکنه، که نبود بالاخره روز هشتم حرکت میکنه میره رو به طرف مراسم. روزهای مراسم 5 روز یا 6 روزه. تمام مراسم حج برای یک انسان که حج فرض در طول عمر، تمام مراسم این یا 5 یا 6 روزه. حاجی حرکت میکنه میره به طرف کجا؟ به طرف منا. روز هشتم به یاد شما عزیزا، ما و شما دیگه به مراسم میریم، طرف مراسم روانیم. این روز هشتم ذوالحجه حرکت کردیم. 5 نماز در منا سنته: نماز ظهر، عصر، مغرب، عشاء، نماز صبح. این 5 نماز سنته. حالا اگر بعضی حجاج ما ساعت عصر به منا بردن مشکلی نداره، سنت ترک شده. بعضی حجاج ما نصف شب از منا میبرن به خاطر که ازدحام و اینها هست، میبرن طرف عرفات، نماز صبح منا نخونده، مشکلی نداره، ترک سنت شده، اشکالی نداره، یعنی حجی و خراب نمیشه. ولی سنت اینه که 5 نماز در منا خونده شه. نماز صبح که خواندیم، آهسته آهسته حاجی عزم و اراده این را میگیره که انتقال میدن روز 9 کجا؟ در عرفات. حاجی میره به عرفات. وقتی که به عرفات رسید، در وقتی که میرسه مسجدی به نام مسجد نمیره، در اونجا که بعضی مسجد نمره میگن و بالاخره یا نمره میگن، نه نمره نه نمره، مسجد نمیره. مسجد نمیره. یکی از دوستای نمیتونست گفته، میگفت امو مسجد نمره عادت کردم. گفتم این به یاد تو باشه که او مسجد هیچ جا نمیره، همون جستاده. همین نمیره به یاد تو باشه، مسجد نمیره میشه دیگه. حجاج میرن کنار او مسجد، انتظار خطبه میکشن. خطیب میایه، اذان گفته میشه، خطبه داده میشه، نماز ظهر و نماز چی؟ نماز عصر در وقت ظهر خوانده میشه. هر دو نماز. این نماز وقتی که خوانده شد چه کار میشه؟ حجاج، کسانی که توان دارن میتونن برن جبل رحمت، کسانی که توان ندارن هیچ فرقی نمیکنه، داخل خیمه خود نشسته‌اند. عزیزانی که نتوانستن به این مسجد برن، به مسجد نمیره برن، چه کار میشه؟ به داخل خیمه های خود نماز ظهر و نماز عصر به همون قسمی که اشاره شد بخوانن. حاجی در عرفات قرار داره، روز دعایه، روز تضرعه، روز گریه، روز ناله. از هر خیمه‌ای میبینی صدای گریه هست، از هر وادی میبینی صدای اشک، از هر طرفی که نگاه میکنی صدای اینه که یا عفو، یا کریم، یا رحیم. هر کدام میبینی که سیاه، سفید، عرب، عجم با زبانهای مختلف دستای بلند و گریه میکنه، خصوصا و بالاخص لحظه غروب آفتاب روز عرفه. آفتاب که غروب کرد، حجاج حرکت میکنن رو به طرف چی؟ فاذا افضتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام. از عرفات که پایین شدی برو رو به طرف مشعر الحرام. مسجد در اونجی، مسجد چی؟ مسجد مشعر الحرام در اونجی. مسجدی که در منا هست به نام مسجد خیف. این مساجدی که در اونجی قرار داره. حاجی میآید در کجا؟ در مزدلفه شب. حالا هر لحظه‌ای که رسید، اول وقت رسید، 10 شب رسید، 12 شب رسید، به مجردی که به مزدلفه رسید، اینجا باز دو نماز رو با هم جمع میکنه، نماز مغرب و نماز عشاء. اول مغرب رو میخوانه، بعدا نماز عشاء میخوانه. به عرفات ظهر و عصر به وقت ظهر خوانده میشه، در مزدلفه مغرب و عشاء به وقت عشاء خوانده میشه. حاجی نماز رو که خواند استراحت میکنه، صبح که برمیخیزه بعد از نماز صبح تا افتوزده به مشعر الحرام وقت دعا میکنه. روز 9 خلاص شد، روز چندم رسید؟ روز 10. روز 10 مشکلات ترین و سخت ترین روز برای حجاج روز 10. چند واجب داره. حاجی حرکت میکنه، اول از مزدلفه میایه طرف منا، میایه جمره میزنه. 3 جمره هست، جمره اولا، وسطا، عقبه. 3 جمره، جمره اولا، وسطا، عقبه. روز اول قبل از ظهر حاجی میایه، اولا وسطا نمیزنه، جمره عقبه میزنه. جمره عقبه زد، دعا میکنه و حرکت میکنه. بعد از زدن جمره واجب دیگری که در این روز هست مسئله هدیه. بعضی حجاج میگه بریم که قربانی کنیم. برای حاجی قربانی نیه، برای حاجی قربانی نیه، برای حاجی هدیه.
این هدیه‌ای که حاجی میپردازه. اگر قربانی باز داره، باز بم کشور وصیت کنه که برای قربانی کنن، در کشوری و در ولایتی و فقیر و مسکین بیشتره و بالاخره بیشتر، اما او هدیه باید در زمین حرم او ذبح بشه. هدیه که ذبح کرد واجب بعدی مسئله حلقه. حاجی دیگه سرخور میتراشانه یا سرخور کم میکنه. تراشیدن گفتیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 مرتبه برای محلقین دعا کردن، خدایا محلقین رم کن، رم بر محلقین داشته باش. دعای رسول الله 3 مرتبه برای محلقینه، کسی که سرخور میتراشه. مرتبه آخر برای مقصرینه. یک دعا برای کسانی که کوتاه. به اینه که علما و فقها میگن که افضلترین و بهترین حلق که کرد تمام شد. آنچه ممنوعاتی که برای حاجی بوده همه چکار میشه؟ همه آزاد میشه الا همسر. حاجی که همسرش خودیونه، خانومی خودیونه، حالا دیگه این قید انوز گذاشته، لباس بپوشه، عطر بزنه، ناخون بگیره، موهای بدن زائدی که دارم این مرد میتونه از خود دور کنه، همه بالاخره قیودات برداشته شده. اما زن برای اجازه نیه تا زمانی که طواف افاضه، طواف فرض میایه طواف میکنه. بعد از طواف چه کار میکنه؟ میره سعی بین صفا و مروه. طواف و سعی و صفا که شد تمام قیودات برداشته میشه. همسرم برای اجازه داده میشه. نزدیک شدن به همسر هیچ اشکالی نداره، حتی در امود 2 روز دیگه که در منا هست. این روز دهم 5 تا کار کرد این حاجی. اول چه کار کرد؟ جمره عقبه زد، دوم هدیه ذبح کرد، سوم حلق کرد، چهارم طواف فرض، پنجمم صفا و مروه. شب 11 پس میای منا. فردا تا نماز ظهر در منا در خیمه مشغول دعا و تضرع و تلاوت و اینها. نماز ظهر که خوان بعد از ظهر، جمره عقبه قبل از ظهر. روز دهم این 2 روز دیگر، روز 11 و 12 حاجی میآید جمره اولا، جمره وسطا، جمره عقبه 3 جمره رو میزنه. ریگهای خود را از منطقه منا برمیداره. اگر بتونه از مزدلفه برداره طریق سنت و مسنونه. فقط مهم اینه که از این جایی که جمره زده شده ریگها رو بر نداره. یکی از حاجی صاحبا بود گفت چه کار میشه از همینا وردارم دیگه؟ این فرق این ریگا تا اون ریگا چیه؟ گفتم این فرق از اینا اینه که اینا پوچکه، اینجی اینا فیر شده. از پوچک که دشمن رو زده نمیشه که آدم دشمن رو بزنه. باید تو مرمی برداری. او ریگی که از مزدلفه میداری حکم مرمیر داره. او پینک شیطان میخوره و بالاخره دیگه تا به سال آینده دیگه به حال نمیآید، به شرطی که به اخلاص زده شه، به اخلاص. به این عزیزان و بزرگواران روز 11 و روز 12 بعد از ظهر جمره زده میشه و شب 13 اگر قبل از غروب آفتاب حاجی خود را به مکه رسان، روز 13 که هست چه کاره؟ روز 4 عید به اصطلاح. روز 4 عید دیگه برای از این لازم و ضرور نیست، اما اگر تا غروب ماند روز 4 هم بالاخره جمره رو بزنه و بعداً بیای طرف مکه مکرمه. به مکه که آمد این 5 روز، روز 8، 9، 10، 11، 12. یک روز هم گفتیم که روز 13 که 4 عید میشه. خب وقتی مکه مکرمه آمد، حالا دیگه قلب حاجی میلرزه. یک واجب دیگه مانده که او واجب چیه؟ طواف وداع است. لحظه‌ای که دیگه حاجی وداع میکنه. حاجی لحظه‌ای که هیچ مراسمی از اون نمانده جز این واجب که میآید. و سخت‌ترین لحظه هم برای حجاج اینه که با کعبه معظمه و مشرفه وداع میکنه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که طواف وداع انجام میدادن، کامرا میرفتن باز کعبه را یک نگاه میکردن، مثل که طفل از آغوش مادر جدا بشه. حجاج در لحظه طواف وداع چنین حالت دارن. الله سبحانه و تعالی این سرزمین حرمین شریفین نصیب همه ما و شما داشته باشه. حاجی طواف وداع که کرد، بعد از اینکه طواف وداع شد، با چشمان پر از اشک، با دل سوزان، با قلب بریان که دیگه یا رب نصیب بشه یا نشه، حرکت میکنه رو به طرف. اگر مدینه منوره نرفته بود میره مدینه منوره، اگر مدینه منوره رفته بود عازم سرزمین خود میشه. پروردگارا سفر حج نصیب همه این عزیزان بگردن، خصوصا عزیزانی که تا به حال نرفتن، عزیزانی که در عشق
حرمین شریفین قلب اونها میسوزه و شبها و روزها چشمانشان پر از اشک به یاد حرمین شریفین. بار اله پروردگارا تو اسباب این سفر فراهم کن برای این عزیزانی که تا به حال نرفتن، عزیزانی که رفتن بار اله بار بار نصیب بگردن. پروردگارا برای حجاج ما که عزم و اراده حج دارن، حج مقبول مبرور عنایت بفرما. از تمام حجاج باز هم مجددا این تقاضا دارم که حجاج عزیز و گرامی که امسال عازم حج میشن مسئولیت عظیم و بزرگ دارن به این که در حق خود، در حق ملت افغانستان، در حق حکومت خود، در حق مسئولین خود، در حق این نظامی که الله برای ما از فضل خود و لطف خود عطا کرده دعای خیر داشته باشید که این پرچم لا اله الا الله که با خون هزاران شهید بلند شده، چی زیباست امسال که در عرفات پرچم لا اله الا الله، پرچم حکومت اسلامی، پرچم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در عرفات به دست حجاج افغانی به اعتزاز در می آید. این سعادته، این بزرگیه، چی لذت داره. حجاج اونجا دعا کنید که یا رب این امنیتی که آمده، این حکومت اسلامی که آمده، این نظام قرآنی و دینی که آمده، ای از دست دوباره نره. برای مسئولین دعا کنید، توفیق خدمت برایشان دعا کنید، توفیق عدالت، توفیق خدمت، توفیق ادای مسئولیت برای مسئولین دعا کنید. از لحاظ شرعی هم همینه که اگر میخواهید به حق کل ملت دعا کنید، به حق مسئول دعا کنید. حجاج وقتی به حق امیر المؤمنین این سرزمین دعا داشته باشند، به حق وزیر و وزرای سرزمین دعا داشته باشند، مطمئن باشید همان قسمی که مشکلات ناامنی در این سرزمین حل شده، ده ها مشکلاتی که اقتصادی و بیکاری و فلان هست، اونها هم به زودیای زود حل میشه. الله برای حجاج ما توفیق دعا عنایت بفرمایه و حج مقبول و مبرور برایشان عنایت بفرمایه. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک برحمتك یا ارحم الراحمین.